یک دوسیه بسیار جالب دیگه بازداشت یک شهروند پاکستانی در کابل بود که ظاهرا میلیون ها مورد ضبط مکالمه صورت گرفته بود از طرف زیادم مکالمات تلفنی داخل افغانستان. این آدم چطور رها شد؟ چطور مجازات نشد؟ یکی از کارمندای پاکستانی شرکت مخابراتی اریبا را همکار ما گرفتار کردن، با هزارها مکالمه را ثبت کرده بودن و اونا را انتقال میدادن به اسلام آباد. ما این دوسیشون به محکمه راجع شد و بعد از چند ماه در حالی که او باید به شدیدترین مجازات نایل می آمد و مجازات می شد، متاسفانه او رها شده بود. یکی دیگه از رؤسای وزارت خارجه که اسمش نمیدانم باید بگیریم یا او را ما گرفتار کردیم. یکی از سیاسیون مطرح افغانستان بسیار زیاد فشار انداخت که اینا پدرش نماینده ما بود با ایسای و ایرش شما رها کنین. او هم مستند گرفتار شد. کی بود سیاستمدار برجسته؟ کی بود؟ خب یک کسی به نام شجن که اسم اولش ما فراموش کردیم، رئیس دسک امیریجان افغانستان در وزارت خارجه بود. ای پدرش با نماینده دوست ما برش احترام دارم اما خوب است بعضی مسائل گفته شود، احمد ضیا مسعود، اونا برای ما زنگ زدن و تماس گرفتن که پدر از این نماینده ما بود. باز ما جریان برش گفتم که وقتی که پدر از اینا نماینده شما بود اما وقت ایره آیسای جذب کرده و بسیار از مدت زیاد با آیسای کار میکنه و در سفرهای دیپلماتای افغانستان به بیرون اینا سفر دارن، برای اینا وظیفه داده میشه و بعضی وسایل تکنیکی داده شده. خلاصه ما اقدامات خود کردیم، قضیه راجع شد به محکمه. بعد از یک سال خبر شدیم که اونا پس مراجعه کردن به وزارت داخله، در وقت زرار صاحب وزیر صاحب داخله بودن. دقیق یاد من نیست که ما تماس گرفتم یا اونا تماس گرفتن. ما باز جریان برش گفتم حداقل همین جفاست در حق کارمندای امنیت ملی و اونا هم از محکمه رها شده بود.